گوشه بیدگانی آواز دشتی رو میخوایم با هم دیگه توی این ویدیو کار بکنیم با چند تا تکنیک جذاب و باحال. صفحه 83 از کتاب جلال زلفان. این که گفتم با ستار مخصوصا میتونی پنجه کاری بکنی اینجا ببین، و اینکه تقسیم ترجیح هم بزنی بهتره. لا دو سی سی لا لا لا. آروم ببین. خیلی حرفه‌ای و جذاب‌تر میشه. درستی که آوازیه و وزنمون آزاده، ولی نباید دیگه با هر حالت عجیب غریبی که دلت خواست بزنی. یه وزن درونی داره. وگرنه روی زیبا در جهان هست، وگرنه روی زیبا در جهان هست. ریز تو یا تکریز تو دوباره دوبل، یعنی سل و لا. حالت دومش که هم برای تار هم بر ستاره اجرا میشه، دوباره همون پنجه کاریه. شازده تو رو قرآن سر صدا نکن بابا، بذار یه ویدیو 2 دقیقه. حالت پنجه کاریش هم اینطوریه که میگی سل سی لا لا سل سل سل